خوبان عالم خوبتریناست. ما دلمون رو خالی کردیم، همه رو بیرون کردیم، جای آقا خالیه، قلبمون داره میترکه. هر کی خواسته بیاد تو قلب ما جا پیدا کنه گفتیم نه، بیا برو بیرون، اینجا جای کسیه. بیا برو بیرون، جای کسیه. گاهی خدا بهمون شادی داده، ببینه ما چیزی رو دوست می‌داریم، شادی اومده گفتیم صبر کن. چی میخوای تو دل ما بشینی؟ دل جا نداریم، همین بیرون بشین. غم اومده، لطمه خوردیم، غم اومده بشینه تو دل ما، به غم گفتیم صبر کن چه خبرته؟ دردی، قصه‌ای، درد بی‌درمونی باشه، تو دل ما جا نداریم، بیرون وایسا. من که آدم نشدم برای تو بمیرم که، جای کس دیگه است. فقط یه گوشه دلت یه بار رد شده، در زده، دیده خونه پره، رفته اون جای در قلباب در خاله دلت که آقا در زده داره میکشدت. آقا دست رو چوب میگذاره ها، رو چوب، رو سنگ میگذاره، اثرش تا سالها میمونه. ابن الحسن دست رو دل من امشب بذار، دست رو دل من امشب بذار. امیرالمؤمنین رو میشناسی؟ علی ابن ابی طالب رو میشناسی؟ عظمتش رو که پیغمبر بهش میگفت فدات بشم. علی درباره امام زمان تو میدونید چی میگفت؟ او مع بیدهی الی صدره، اشاره میکرد با دستش به سینه‌اش. نگاه اینجوری، این رفتار علی ابن ابی طالبه. اینجوری میگه، دستشو میزد رو سینه‌اش، علی دستشو میزد رو سینه‌اش، میگفت ها شوقا الی رؤیته، چقدر دوست دارم ببینم مهدیمو. حد اکثری باشید تو هدف. من مگه میتونم؟ من خوراکم رؤیت خداست و به به گفتن خداست. او وجه الله هست، او وجه خداست، تجلی خدا در اوست، اونم از یه نوع مخصوصش.